Kah kan kardeşi, kah düşman, kah yol yoldaşı, kah organ. Kah kan kardeşi, kah düşman, kah yol yoldaşı, kah organ. Hey hey, can sesinde, son nefeste an beni. Aman, 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 her cihandan sor beni. Kah yol yoldaşı, kah organ. علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، هموطنان عزیز، من از شما خواهش میکنم و شما را دعوت میکنم که بیای برادران یک مو شویم، یک جایه شویم و متحد شویم تا که این ظالم را از بین ببریم. این حکومت دیکتاتوری که امروز در تاجیکستان ما به همه ظلم و ظالم، به همه شکنجه و محبس و دیگر فرزندان ملت را، فرزندان تاجیکستان را محبسی کرده و نابود کرده ایستادند. بیا که این خیلی حکومت را ما قبول نداریم، این را از بین بریم برادران. برای که خود میبینید، خود همگی شاهد هستید که در طول 24 سال با خلق و با ملت یگان میده فایده آوردگی نیست، به غرض از آن که ظلم و ظالم و شکنجه و دیگرش. تا کی ما این کارها را طاقت میکنیم؟ تا کی ما خیلی حرامزاده ها را طاقت میکنیم و خاموش میستیم و صبر میکنیم؟ ای برادرها، بیا یک مو شویم، یک جایه شویم، آینده فرزندان خودمان بسازیم. پدر و مادر ما خاموش ایستادند، حال ما چی شد؟ ملت بزرگ ما را به جمشید و به روشن مبدل گرداندند. ملت ما را به بزرگ ها میشناختند، امروز ملت ما را به جمشید و به روشن میشناسند. تا کی ما خاموش میستیم؟ تا کی ما صبر میکنیم؟ بیای برادرها، بیناموسی را اختیار نکنید. بیناموسی کار خوب نیست. خود دیده ایستادید که مردم تاجیک در روسیه میبرند، حتی از مقامات تاجیکستان یاردم نمیشود. شاهد خودم هستم که در مرگ روسیه مرده تاجیک رو زلا گرفته بودن که 50,000 سوم یاره میته، بعد مرده تانه میگیره میبره. این در همه رسانه های اینترنت بود، شاهدان این کار بسیار هستند. نخواه که آدم تا یک قدر بیناموس باشه و بیناموسی را اختیار کنه. ما که یک ملت بزرگ بودیم، با کجا زدیم، با چی زدیم؟ برادرها، بیای خاموش نمیشینید. روزهایی بر شما رمانده است، روزهایی که باید ما هر یک کدام ما یک جایه شویم، هر یک کدام ما یک مو شویم، بخیزیم از دین و از ملت و از وطن خود دفاع کنیم، از حق و حقوق انسانی خود دفاع کنیم. روزی بود که یک گروه جوانان خسته شدن از گستربیتی و از مهاجرت و از همه یمی ظلم و ظالمی خسته شدن، در شهرهای گوناگون روسیه صدا بلند کردند. با اون بیچاره ها فشار به بالای فرزندانشان، فشار به بالای پدر و مادرانشان آورده، حتی خودشان هم در روسیه محبوس کردند. و یا برای کی خسته بودند؟ برای من و شما، برای فرزندان ما و شما خسته بودند، برای فرزندان ملت صدا بلند کردند. در زندگی خود به یگان چیز محتاج نبودند، از آن جمله مقصود ابراهیم است. بینید چی بی‌عدالتیش، چی خیلی بی‌انصافیش درباره هم مردک. خیز در بین مردم، در بین همه خلق گفت که ما برای آزادی خودمان، برای حق و حقوق انسانی خودمان طلب میکنیم. ما گپ زایتی و یگان نه تروریست بودیم، نه اکستریمیست بودیم، نه که امروز ما را تروریست گفتن، امروز ما را اکستریمیست گفتن، امروز گناههای گوناگون را در کله مردم ما زدن، در کله جوانان ما زدن.
تا کی ما خیلی خاموش میستیم؟ تا کی ما خیلی بیناموس میستیم؟ این کاری خوب نیست برادرای تاجیک، برادرای گرامی. این کاری خوب نیست، اول خصوص جوانان تاجیک. آینده دولت، آینده ملت در دست ما و شما و فرزندان ما و شما است. باید ما آینده وطن را، ما باید آینده وطن را بسازیم. 4 طریق جمع شده در اونجا و یا غرض ای سوم، غرض ای منصب، چیزی دیگر نمیخوام. حتی خود دیدید که زد 3 کس کشت، فرزند امان الله حکوموف زد 3 نفر را کشت با اون 90 سامان یا که والا علم 120 سامان بدن خیلی اشتراف کردن خلاص. حتی مرده ها را گناهگار کردن که و یا گناهگار بودن که در سر ماشینی برآمدن که با ایره در کنار بدن براه بدن همه که با ماشینش زد و یارد. امروز جوانان ما سخن آزادی میگویند، سخنی که در قانون هست که حق و حقوق انسانی خود را طلب میکنند و او را اکستریمیست و تروریست و افراطگر نمیچیگر کیم چه گفته میبرند محبوسی میکنند. یک شرمندگی است، یک شرمندگی است. میخندن ما را، ای مردم میخندن ما جوانان در پیش یک ملت دیگه که سرمون بلند کرده نمیتونیم. در کجایی که گپ میزنید خیلی نمیدونم. سخنهای قبیح گفتن با کاری خوب نمیشود. خب برادران عزیز، خدا همتان نگهبان باشد. مقصد که بیناموسی را اختیار نکنید. از آن جمله جوانان تاجیک من به شما میگویم، من به شما مراجعت میکنم که بیناموسی را اختیار نکنید. خدا همتان نگهبان باشد. خدا حافظ.